سرخط خبرها از رادیو آزادی. سلام بیننده عزیز، این خبرها را داریم. امومعلی رحمان به قزاقستان رفت. مقامات سوخت گفتند با همسایه های قرقیز همدیگر فهمی کردند. محبوس تاجیک در اوکراین ناپدید شده است و در تاجیکستان یک نهاد نوی مبارزه با تروریسم تأسیس دادند. قاسم جومرت توقیف پرزیدنت قزاقستان در صحبت با امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفته است که امکان دارد داد و گرفت میان دو کشور تا 2 میلیارد دلار رسد. سال گذشته دو کشور در حجم نزدیک به 1.5 میلیارد دلار داد و گرفت داشتند. امومعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان روز 3 می به قزاقستان رفت. امومعلی رحمان با دعوت توقیف به قزاقستان سفری دولتی انجام می‌دهد و توقیف تاجیکستان را شریک مهم تجارتی دانسته است. قزاقستان از کشورهایی است که بازارهای تاجیکستان را با گندم و آرد پر می‌کند. یک محبوس تاجیک در اوکراین ناپدید شده است و نزدیکانش او را جستجو می‌کنند. شریف بیگ زلفیقاروف ساکن 31 ساله ناحیه رودکی در یک زندان روسیه بود و او را ماه اکتبر سال گذشته به جنگ در اوکراین جلب کردند. مولوده دولت و مادر شریف بیگ بر رادیو آزادی گفت که پسرش 3 اکتبر سال گذشته در صحبت تلفنی گفته است که آنها را به جنگ اوکراین میبرند. شریف بیگ 3 سال پیش با گناه اوباشی زندانی شده است. معلوم نیست که روسیه چی تعداد از زندانیان تاجیک را به جنگ در اوکراین جلب کرده است، ولی تاکنون خبری کشته شدن بیش از 20 محبوس تاجیک در این جنگ رسانه‌ای شده است. هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان روز 2 می راه‌های استفاده یکجایی منابع طبیعی از جمله آب و پاککاری نهرهای نزد مرزی را بررسی کردند که در گذشته سبب دعوا و خونریزی بین ساکنان شده است. دفتر مطبوعات حکومتی ولایت سوخت خبر داد که گروه‌های کاری با رهبری رجب‌بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت و عبدالکریم آلیمبایف نماینده پرزیدنت قرقیزستان در ولایت بادکند فعالیت گروه‌های کاری را بررسی کردند و نتیجه کاری آنها را نظررس نامیدند. با گفته دفتر مطبوعات ثمره کار دو طرف این بوده است که نافهمی‌ها حل شده، جانب‌ها در مسئله استفاده یکجایی ذخیره‌های طبیعی از جمله آب، تازه کردن کانال و جویبارهای نزد مرزی به تفاهم رسیدند. تعیین و علامتگذاری نشدن قسمت‌های از مرز ولایت سوخت با ولایت بادکند قرقیزستان سالهای دراز است که سبب جنگ و دعوا برای زمین و آب و چراگاه می‌شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صدمه پرقربانی روز 2 می در ناحیه درواز را شرح داد. وزارت گفته است که تویوتا رونیر هنگام پایان شدن از قلعه تاریخی کران در نزدیکی دهه روزوی درواز با 6 مسافر از بلندی 350 متر به پایان سرازیر شده است. 6 مسافر که 2 نفر کارمند حکومت ناحیه درواز بودند در جای حادثه هلاک شدند. وزارت نگفته است که سبب سرازیر شدن ماشین چی بوده است. دادگاه ازبکستان چند نفر را برای قاچاق مال و محصولات از طریق یک نقب پنهانی به قرقیزستان به زندان محکوم کرده است. دادگاه ولایت فرغانه 3 نفر را که انتقال مال و محصولات از طریق این نقب غیرقانونی کنده شده به قرقیزستان را به راه مانده بودند روز 3 می از 6 تا به 7 سال زندان محکوم کرده است. 3 نفر دیگر به زندان شرطی محکوم شدند. مقامات ازبکستان ماه ایول سال 2022 یک نقب را پیدا کردند که در حولی یک ساکن شهر ریشتان کنده شده بود و به قلمرو قرقیزستان می رسید. در دادستانی کلی تاجیکستان یک نهاد نوی مبارزه ضد تروریسم و کیبرجنایتکاری تأسیس یافته است که در آن 40 نفر کار می کنند. هدف آنها پیشگیری و آشکار کردن جنایت‌های مربوط به تروریسم، افراطگرایی و اینترنت مقرر کرده است. ساختارهای قدرتی و حفظ حقوق تاجیکستان همساله با پیشنهاد آمار صدها جنایت دارای خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی از افزایش خطر این ظاهرات هشدار می‌دهند. اما منتقدان میگویند حکومت تاجیکستان با بهانه مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم دیگر اندیشان و مخالفان سیاسیش را سرکوب می‌کند.
و قربی اسعار در تاجیکستان. بانک ملی تاجیکستان برای روز 4 می قربی 1000 روبل روسی را 137 سومانی، $1 آمریکایی را 10 سومانی و 91 درم و 1 یورو را 12 سومانی و 5 درم مقرر کرده است. معمولا قربی اسعار در بانک‌های تجارتی اندک فرق می‌کند. برنامه اینجا به پایان رسید. ما را در برنامه اخباری آزادی ساعت 18 به وقت دوشنبه و 16 به وقت مسکو انتظار باشید.